مجید خبر جدید خوندی؟ چه کار رفته؟ ترامپ گفته که خیلی از کشورها التماس میکنن که با هم مذاکره کنن و برای رسیدن به توافق بعضیاشون حاضرن تا باسن منم ببوسن. بی پدر. آقا پس بخاطر عزیزانی که داده‌ها میکردن که زودتر ترامپ رئیس جمهور آمریکا بشه و در یک حرکت حکومت ایران سرنگون کنه، همگی بخاطر آقای ترامپ براتون سورپرایز داده. خب آقا شلوغ نکنید. شلوغ نکن به همه برسن یکی آقا هول نده دیگه. ماچ کن برو. من سالومه نیست الکل میزنه دستشو. خانم سالمه برای چه الکل میزنی بابا؟ از این قسمت نمیگیره، واگیردار نیست. ماچ کن برو. اداوسیل بچم شما که نباید توی صف معمولی ها شما اپوزیسیونی. برو وی آی پی. محمد عمرانی دارم میبینم، فرخ نژاد، فخرآورد، برجو ارجمند، مهناز آقا اپوزیسیون ایران همه رو هدایت کو بگه برم وی آی پی بشینن. بابا اینا فرق میکنه، اینا کلی زحمت کشیدن. ترامپ میخواد خصوصی از اینا تقدیر کنه. بگو بشینن رو صندلی وی آی پی، لبا رو قنچه کنن بدن جلو. ترامپ شخصا برسن مچسبونه بزنن فقط نه به شهر نه فقط به مرکز بزنن. اینا چجوری میزنن؟ اینا منتایله سمت چپ ماچ کنن برن. بگو از همون تا زلنسکی شروع کنن بشینن بیان تا نتانیاهو بن سلمان رو هم جا بدید. آقا یه خود ظریف بشینن جا میشین دیگه. بشینن بیان. فهمیدی؟ آقا فرخ نژاد خواهشاً داری میری جوگی نیستی باز بخیر خود ارادت نشون بدی، گاز میگیری مارچ کن، گاز میگیری پتستک وحشی و میگیره تیکا بانت منه. همون تاکسی هم که داری باش درآمد کسب می‌کنی همه ازت میگیره. آقا شلوغ نکن عزیز، برو تو صف. چی قرم میزنی؟ همین کس همیرم الان مارچ کن برو. اگه نه دفعه 4 روز دیگه باز میبینی یکی مثل بایدن میاد که فقط برای هواگیری میکنه. مارچ کن برو دیگه. شلوغ نکن.